درود بر شما تماشابینان گرامی ما. با برنامه تحلیلی دیدگاه خوش آمدید. با فرق از برنامه‌های پیشین، برنامه امروزی دیدگاه بار اولین است که به طور آنلاینی یعنی پخش مستقیم است. در برنامه امروز ما مهمان داریم. مهمان امروزی ما رهبر پیمان ملی تاجیکستان آقای محیدین کبیری هستند. آقای محیدین کبیری امروز به آن خاطر مهمان ما هستند که ما در یک نشریه روسی در نزویسم گازت مصاحبه ایشان را مطالعه کردیم و به این خلاصه آمدیم که با ایشان ایمانیست همین مصاحبه آقای محیدین کبیری را منهج قرار داده یک مصاحبه دیگری داشته باشیم، چون سوالهای زیادی به میان آمدند. آقای محیدین کبیری در این نشریه درباره مسائل داغ تاجیکستان حرف زدند. در این مصاحبه مسائلی هم مطرح شدند که تا حال صدا نداده بودند، اما در شرایط فعلی تاجیکستان بسیار داغ هستند. گروه های مسلح در افغانستان چه خطری به تاجیکستان دارند؟ مخالفان تاجیک کیها هستند؟ آیا منصبداران تاجیک از امام علی رحمان خسته شده‌اند؟ چرا و چگونه آنها به پیمان ملی تاجیکستان معلومات میفرستند؟ رفتن امام علی رحمان چی پیامد خواهد داشت، یعنی رفتنش از قدرت؟ کشور روسیه آماده از دست دادن دیکتاتوری دستپروری خود است یا نه؟ این و دیگر سوال ها در نزویسم گازت در همین مصاحبه مطرح شده است که ما نیز میخواهیم به طور بیشتر واضحتر به چنین سوال ها جواب گیریم. حالا آقای محیدین کبیری استاد در برنامه امروزی ما مهمان هستند. خوش آمدید استاد به برنامه اولین آنلاینی ما، برنامه تحلیلی دیدگاه. به فکرم صدای ما را استاد نمیشنوند، تا اینکه از طرف مسئولین استاد پیوست شوند. من میخواهم کمتر در این باره صحبت کنم. استاد محیدین کبیری رهبر پیمان ملی تاجیکستان در همین نزویسم گازت بسیار آشکار حتی درباره آن گروهی که گروه مسلحی که به سرحد تاجیکستان آمدند و حتی پیدرام درباره استاد صحبت کردند. حتی پیدرام درباره این گروه مسلح یکی از زیایان و سیاستمداران افغانستان صحبت کرد. انا برای همین امروز ما هم خواستیم که به این همه روشنی انداخته شود و فکر و اندیشه استاد محیدین کبیری به دایره تاجیکی مطرح شود.
دوستان عزیز، تا حال به ما اشاره شد که استاد نپیوستند. همین که استاد پیوستند ما مصاحبه خود را آغاز میکنیم و اینجا برادران عزیز، خواهران گرامی، تماشابینان محترم، در برنامه ما خواستیم که بیشتر آشکار، واضح استاد محیدین کبیری رهبر پیمان ملی تاجیکستان صحبت داشته باشند و به سوالهای ما واضح، روشن جوابهای خود را داشته باشند. حالا من درباره سوال ها ذکر نمی کنم، همین که استاد محیدین کبیری به برنامه پیوست شدند اون سوال ها مطرح می شوند. فقط اینجا می خواهم بگویم که واقعا جامعه امروزی تاجیکستان در یک حال قرار دارد که مردم به جنبش در آمده است، رو به بیداری نهاده است و میخواهد در تاجیکستان یک دیگرگونی به میان آید و این دیگرگونی اکثریت میخواهند هرچی زودتر به میان آید، چون تشنه دیگرگونی هستند و اکثریت مدت 30 سال است که در رأس کشور یک نفر را میبیند، یک نفر را میشنود و سیاست یکگانه است، یک رنگه است و هیچ نیکی یک دیگرگونی به میان آید. هر سال برنامه ها ریخته می شوند، هر سال از برنامه های حکومت اعلام می شود، برنامه 5 ساله، برنامه 10 ساله مخصوصی ساحه ها، لیکن هیچ نشنیدیم که کدام از برنامه ها عملی شدند، کدام از برنامه ها روی عمل قرار گرفتند و این رو امروز دارد آهسته آهسته مردم سوال میکند که چرا چنین است؟ چرا وعده های حکومت، وعده های رهبریت کشور تنها در وعده میمونند، در روی کاغذ میمونند، در پروتکل یا صورت جلسه ها میمونند یا تنها اعلان میشود تمام؟ اکثریت برنامه ها اجرا نمی شوند و این مردم را خیلی خسته کرده است. مردم رو به خستگی آورده است و مردم نیز میخواهد به سوالهای خود جواب گیرد و بداند که کی دیگرگونی به میان می آید. الو استاد، الو، سلام علیکم، خوش آمدید به برنامه تحلیلی دیدگاه. ما یک بار با شما تماس گرفتیم، به فکرم کمتر مشکلی تکنیکی به میان آمد و دوباره دوستان تماس گرفتند. این عذر ما را بپذیرید که بار اولین است. بار دیگر خوش آمدید. سلامت باشه دوستان عزیز. منم معذرت میخوام از شما و بینندگانتون که این مشکلی پیش آمد. همونطور گفتید بار اول است و قدم به قدم این مشکلات تکنیکی حتما برطرف خواهند شد. تشکر. من از شما بار دیگر شما را خوش آمدید میگویم و سوال اولی من این است که شما به نشریه روسی نیزویسم گازیت مصاحبه داده اید و در صحبت خود با این نشریه اشاره برای استفاده واژه مخالفان کردید که به مورد بود. البته واقعا در جامعه ما دایره های مختلف مخالفین وجود دارند که متاسفانه تا امروز کسی عادت نکرده است هر مخالف را با نام خودش خطاب کند، زیرا طبق عادت در کارهای خوب همه ناراضیان رژیم مخالفند.
اما در جدی و یا عملهای واقعی لوبیگری های حکومتی تنها حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و پیمان ملی تاجیکستان را نام میبرند. برای مثال همان نبرد در مرز افغانستان تاجیکستان که کارشناسان افغانی گفتند کار مخالفان تاجیک است و از این طرف مبالغان حکومت بلا فاصله کوشش کردند که پای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و پیمان را بیارند که موفق نشدند. می گفتید که برای اصلاح این وضعیت چی باید کرد؟ سلامت باشید. صدای من هست؟ حالا خوب است؟ بله صدایتان هست. به نام خداوند بخشنده و مهربان، من پیش از همه تشکر میگم برای این دعوت که از ما کردید و واقعا هم امروز اون مصاحبه که شما اشاره کردید در نزویسیم گازیت نشر شد و برای خوانندگان روس زبان هم خیلی مهم است بدانند که در منطقه ما چی میگذرد و آیا واقعا اون حادثه که در نزدیکی مرز تاجیکستان رخ داد در افغانستان همسایه کار دست مخالفین تاجیک بود و اگر واقعا هم مخالفین تاجیک در آن شرکت داشتن سخن از کدام مخالفین می رود. همونطور که شما قید کردید وقت واژه مخالفین بسیار یک واژه وسیع است، می شود اون رو نسبت هر کسی که از سیاست حکومت امروزه ناراضی هست استفاده برد و او را مخالف نامید. ولی مخالف میتواند مخالف نیروهای مخالفین معتدل باشد، رادیکال باشد، افراطگرا باشد و مخالفین در خارج در داخل، اینا رو باید از هم جدا کرد. بله بعضی از سیاستمداران و تحلیلگران افغانستانی این کار رو عمل دست مخالفین تاجیک دانستند و ولی نام نبردند که کدام مخالفین، چون از دیگاه آنها هم برای مثال طالبان رو در افغانستان مخالفین میدانند و اونا وقتی که گفتن که مخالفین تاجیک و بدون بردن کدام نام یا اسم، منظورشون این بود که بعضی از گروه هایی که در خاک افغانستان هستند و زادگان تاجیکستان هستند اونا هم جزء مخالفین حساب میشوند، اما از طرف بعضی دایره ها بخصوص حکومت جمهوری تاجیکستان این گونه حالت ها معمولا استفاده میشد علیه مخالفین سیاسی که در خارج قرار دارند، در اروپا یا در جاهای دیگر، و میخواد توسط این استفاده بری از این واژه همه حادثه‌ای که در داخل کشور یا منطقه رخ می‌دهد به دوش مخالفین سیاسی خود مثل پیمان ملی تاجیکستان یا نهضت اسلامی بر دوش اینها بگذارد. و این باری اول هم نیست که چون حادثه رخ می‌دهد. مثلا حادثه‌ای که در دنقره رخ داد بلافاصله حکومت آمد اون رو بر دوش نهضت اسلامی تاجیکستان بار کرد، اگرچه هیچ کس باور نکرد، نه در داخل نه در خارج. و این چون چندین حادثه‌های دیگر رو هم بنابر همین این باری اول نیست، اما همگان میدونن که مثلا کارشناسان افغانستان که با ما هم بعداً زنگ زدن و پرسیدن که آیا واقعاً گانی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یا پیمان ملی در این حادثه دست داشتن یا نه، ما رد کردیم این رو و واقعا جای تاسف است که در اون حادثه از هر دو طرف تاجیکان شرکت داشتن، هم تاجیکان ساکن افغانستان که خیلی از شخصیتان کشته شد و هم برخی از زادگان تاجیکستانی خودمان هم در حیات اون گروه های هجوم کرده شرکت کردند و این واقعا جای تاسف است. اما این گونه حادثه در خاک افغانستان قریب هر روز میگذرد و روز نیست که یک هجوم در این یا شهر افغانستان صورت نگیرد. برای اون مردم دیگر این یک امر عادی شده است، اما همین که در مرز تاجیکستان بود خیلی حساسیت پیدا کرد و به همین سبب هم مطبوعات روسی هم نسبت این حادثه حساس بود و از ما هم این رو سوال کردن. الو صدای ما هست؟ صدا خوب شد؟
بله من شما رو خوب میبینم، صدایتون رو هم خوب میشنوم. خوب شده است. صدا رفت؟ صدا خوب شد؟ به فکرم که صدا خوب شد. استاد به سوال دوم گذاریم، به سوال دیگر. پیش از اون که به سوال دوم گذارم، من اینجا یک سوال دادم که با همین قطع شد علاقه. من از شما پرسیدنی بودم که وقتی که مخالفان گفتن و بدون نام بردن از کدام مخالفان، آیا حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یا در عموم پیمان ملی تاجیکستان به این واکنش نشان داد یا نه؟ نه، ما هیچ ضرورتی برای واکنش نبود. ما تنها با بعضی از کارشناسان و سیاستمداران افغانستانی که نسبت این مسئله توجه داشتند و از ما هم پرسیدن، سوال کردن که آیا از مخالفین تاجیک کدام گروه ها بود، ما با آنها شرح دادیم و موقع خود را گفتیم که نهضت اسلامی تاجیکستان و پیمان ملی تاجیکستان جانبدار صلح و ثبات همیشگی در کشور همسایه افغانستان هست و افغانستان در صلح تاجیکان خیلی سهم بزرگ داشت. استاد شهید برهان الدین ربانی، قهرمان ملی افغانستان شهید احمد شاه مسعود و تمام دیگر رهبران اون وقت و قماندان‌های جهادی افغانستان در رسیدن به صلح تاجیکان دست داشتند، کمک زیاد کردند، میزبانی بسیار خوبی از صدها هزار تاجیکان کردند. بنابراین همین قرض همسایگی ما هم هست که همیشه برای صلح و ثبات در افغانستان تلاش کنیم و پیمان ملی تاجیکستان به هیچ وجه جانبدار بی‌ثباتی در افغانستان نیست و ما این موقع خود را با آنها شرح دادیم و این خوب پذیرفته شد و شما هم شاهد هستید که دیگر در هیچ رسانه افغانستانی یا در محفل‌های سیاسی در این باره هیچ صحبت درباره دست داشتن نهضت اسلامی تاجیکستان یا پیمان ملی در این حادثه ها شنیده نمیشه. بسیار خوب. استاد شما در مصاحبهتان با نزویس مای گازیتا گفتید گروه های مسلح تاجیکان داخل طالبان یا انصارالله خطری به تاجیکستان ندارند. همه از این دو گروه در حراس هستند، اما شما گفتید که اینها خطر ندارند. مشاهده نشان میدهد که طرفداران انقلاب مسلح اسلامی و آنهایی که جز قانون شریعت هیچ قانون را اعتراف کردنی نیستند. در داخل تاجیکستان هم کم نیستند آنها. برای مثال صدها نفر تحصیل کردگان کشورهای خارجی شخصا شما و دیگر فعالانی را که از دولت دموکراتیک دنیوی حرف میزنند تکفیر کردند. آشکارا سخنرانی هایشان در شبکه‌های اینترنتی وجود دارد. فکر نمی‌کنید که آیا به هم آمدن این دو گروه میتواند خطرزا باشد؟ ببینید، ما دو مسئله را از هم جدا باید کنیم. وقتی که درباره خطر طالبان یا گروه های مثل انصارالله به تاجیکستان یا آسیای مرکزی صحبت میکنیم، این موضوع را از خطر رادیکالیسم یا موجودیت گروه های افراطی در داخل تاجیکستان که آینده میتوانند مسلح باشند از اینا باید جدا کرد. اولش اینکه طالبان موقع خود را خیلی شفاف و آشکار و تمام دنیا اعلام کردند که یگان برنامه بیرون از مرزهای افغانستان ندارند و همین برنامه یا موقع استراتژی طالبان بود که اگرچه در تمام رویخطهای جهانی شامل لیست سازمان‌های تروریستی هست، از اون جمله در سازمان ملل متحد، کشورهای مشترک المنافع، حتی در روسیه و تاجیکستان، اما می‌بینید که باز نمایندگان طالبان مهمان کرمل هستند، تاشکند هستند، در قطر با آمریکا گفت و شنید میکنند و برای آنکه کشورهای همسایه به این نتیجه رسیدند که طالبان هیچ برنامه منطقوی بیرون از خاک افغانستان ندارد، از آن جمله برای تاجیکستان ما هم. و این هست که بسیاری از کشورهای منطقه حرکت طالبان را برای خود خطرناک نمیدونند. اما مسئله انصارالله فرق میکنه، چون انصارالله در اونجا
بیشتر ساکنان کشورهای سابق شوروی هستند، از اون جمله تاجیکستان که این طبیعی برنامه آنها برگشتن به خاک تاجیکستان هست و بسیاری از آنها در نتیجه ظلم و ستم حکومت‌های خود از آن جمله حکومت تاجیکستان و افغانستان هجرت کردند یا به کشورهای دیگر و به این گروه‌ها پیوستند و اونا برنامه برای ایستادن در افغانستان یا جای دیگر ندارند و حتما نیت برگشتن دارند. اما چون در این شرایط امروزه همه گروه مسلح بیرون از کشور هیچ خطر عملا به این یا آن کشور ندارد با چند دلیل. اولش اینکه در مقایسه با سالهای قبلی یک آمادگی خوبی از طرف حکومت‌های منطقه هست. بعداً سازمان‌های قوی مثل ODKB یا شانگهای که سازمان‌های منطقه‌ای هستند و تمرکزشون بالای مسائل امنیتی هست. من فکر نکنم که اجازه بگن که یک گروه مسلح حالا شمارش چند هزار هم باشد بتواند خطر رو در منطقه ایجاد کند، چون اینها بلافاصله همه وارد کار خواهند شد و با اون تکنولوژی معاصر امروزه که دیگر جنگ‌های دیجیتالی شده است، جنگ‌های فاصله‌ای شده است که با یک هواپیمای بدون سرنشین میتوانند یک گروه کلان رو در این منطقه نابود بسازند و این رو جنگ آذربایجان ارمنستان خوب نشان داد که دیگر با قوه زمینی یا با اون وسایل جنگی کلاسیکی نمیتوان به نتیجه رسید و بنابراین من با این دلیل میگویم که این گروه ها نابسته از شمارهشون، از مقدارشون و برنامهشون خطر عملی به کشورهای منطقه از اون جمله تاجیکستان ندارد. اما سوال شما، بخش دوم سوال شما که در داخل این کشورها هم از اون جمله در تاجیکستان ما هم کم نیستن کسانی که از روش‌های دموکراتی ناامید گشتند و به این نظرند که با راه قانون و انتخابات و اینها این دیکتاتورها را از سر قدرت دور کردن امکان ندارد و جانبدار استفاده وسیله‌ها یا روش‌های خشن تون مثل مبارزه مسلحانه کم نیستند. بنابراین من همیشه میگم که خطر در داخل کشورها هست. انصارالله، طالبان یا هر گروه مسلح دیگر بیرون از خاک تاجیکستان خطر نیست، اما در داخل تاجیکستان یک گروه خرد هم میتواند بعدا تبدیل به یک گروه بسیار قوی مسلح شود که این مسئلهش دیگر از انصارالله، از گروهی که از بیرون مرز میاد فرق میکند. خطر این گونه جریان ها و گروه ها افراد در داخل کشور به مراتب از خطر گروهی که در بیرون است بیشتر است. ما این دو مسئله را باید از هم جدا کنیم. ببینید استاد، باز هم سوال من درباره طالبان. فرض کردیم طالبان امروز چنانه که شما پیش بینی میکنید میتوانند حکومت افغانستان را زیر کنترل گیرند. فرض کردیم این اتفاق افتاد، آیا با استفاده از امکانیت های دولتی انقلابی مسلحانه را به همسایه کشورها طالبان اکسپورت نمی کنند؟ به این چی میگه؟ اولش این که من در این مصاحبه امروزه با نظری سیم گزیت هم گفتم که نه حکومت برنامه کاملا نه طالبان برنامه کاملا گرفتن حکومت در افغانستان رو داره و نه کسی با آنها اجازت رو میدهد. تا آنجایی که ما آگاهی داریم و اون سازشنامه‌ای که بین طالبان و امریکا بسته شد و اون گفت و شنیدی که الان در قطر بین طالبان و حکومت افغانستان رفته ایستاده است، سخن درباره شرکت طالبان به این شکل در حکومت افغانستان خواهد رفت. یعنی میتوان گفت که طالبان در حکومت آینده افغانستان به یک شکل شرکت خواهند کرد و حتی در حکومت مرکزی امکان دارد که اکثریت را نخواهند داشت. اما طالبان میتواند در منطقه نفوذ بیشتر داشته باشند و علاکه تا این روز بدون کدام سازشنامه خیلی از منطقه افغانستان را زیر کنترل خود گرفتند و میخوان در آینده این روش را ادامه بدهند که بگذار در حکومت مرکزی در کابل نمایندگی بیشتر هم نداشته باشند، اما در محلها قدرت طالبان و نظارت طالبان از وضعیت محلی بیشتر خواهد شد. در هر صورت طالبان چون با اون برنامه‌ای که دارن که بیرون از خاک افغانستان یگان کاری کردنی نیستن، من فکر نکنم که به کشورهای منطقه خطر داشته باشد. اما یک مسئله است که طالبان میتوانند میزبان بعضی از گروه ها باشند که در
حالت ضروری در افغانستان در اون منطقه تحت کنترل طالبان جا پیدا کنند و این مسئله کاملا دیگر است و این را باید دید که در آینده سیاست طالبان به کدام سمت خواهد رفت. اگر استاد شما رو درست فهمیده باشم، شما ضمن جوابتان به داخل تاجیکستان هم اشاره کردید و حتی در مصاحبهتان هم این بود، گفتید که جامعه تاجیکستان با سرعت به سوی افراطگرایی سیاسی پیش می رود که می تواند با انقلاب یا شورش گرسنگان تمام شود. معمولا در چنین انقلاب و شورش ها خشک‌تر می سازد. همین خشک‌تر می سازد عباره را در دیگر مصاحبت هایتان هم استفاده کردید. آیا مخالفین برنامه برای پیشگیری از چنین سوختاری، یعنی از سوختن خشک‌تر دارند؟ بله، ما این رادیکالیسم رو یا که رشد رادیکالیسم سیاسی رو در منطقه بخصوص در تاجیکستان خوب مشاهده میکنیم. اکثر کارشناسان بخصوص طرفداران حکومت وقتی که درباره رادیکالیسم صحبت میکنن اون رو بیشتر به رادیکالیسم دینی ربط میکنن و گویا که تنها دیندارها یا گروه های اسلامی رادیکال میتوانند باشند، در صورتی که رادیکالیسم سیاسی در همه گروه ها هست، در همه اندیشه و جهان بینی هست و اون رادیکالیسمی که امروز در جامعه ما در تاجیکستان شکل گرفته ایستاده است، این بیشتر به مشکلات اقتصادی اجتماعی ربط دارد. البته تأثیر محدودیت های دینی هم هست، مثلا بسیاری ها خیلی ناراحتند و گرفتار اندیشه های افراطی شدن به خاطر اون محدودیت هایی که دینی هست و یک عده آدما شاید که با مشکلات اقتصادی و سیاسی چندان ربط نداشته باشند. مثلا برای بعضی ها شاید اصلا اهمیت ندارد که تاجیکستان انتخابات شفاف برگزار میکند یا نه، در تاجیکستان اقتصادیات خوب هست یا نیست، کروپسیا هست یا نیست. برای شاید اگر که مسجدها باز باشد، مثلا مشکلات ریش و حجاب اینها برطرف شود، شاید با همین اکتفا کنند و با حکومت هیچ مشکلی نداشته باشند. اگر این گروه ها افراطی شدن میتوان گفت که اینها افراطگرای دینی هستند، یعنی برای اینها فقط مسائل دینی اولویت دارد. اما شما اگر امروز به اعتراض مردم اهمیت بدهید، شاید که یک 10% اعتراضای دینی هستند، 10% مخالفت مردم از روی مسجد و مدرسه و حجاب و ریش اینها هست. 90% اعتراض مردم و ناراضیت مردم به خاطر مسائل های سیاسی هست، به خاطر مسائل های اقتصادی هست و اجتماعی هست. مردم جای کار ندارد، مردم در هجرت عذاب میکشد، مردم از انتخابات دموکراتی محروم است، مردم برای اندک کار، برای یک سپراوکا پاره میدهد و این مشکلات کشور، مشکلات حکومت مردم را آیسته آیسته دارد رادیکال کرده ایستاده است. و معنی رادیکال چیه؟ رادیکال این که دیگر مردم امروز طلب کرده ایستادن از اپوزیسیون، از همه که به هر راهی که میتواند این حکومت را از قدرت دور کنید و یک حکومت ملی بیارد. این رو میگن رادیکالیسم. دیگر مردم صبر و تحملش از بین رفته است و من این رو برای همین در مصاحبه امروزه گفتم که این رشد رادیکالیسم سیاسی است، نه رادیکالیسم دینی. اما سوال شما قسم دیگه است که ما اپوزیسیون چه راه حل دارد؟ ما راه حل خود را 10 سال پیش به حکومت در داخل کشور گفتیم تا هجرت، الان هم گفتیم که حکومت اگر میخواهد پیش راه اون حالتی که شما الان گفتید که اگر اون حالت فرا رسید گر تر و خشک با هم میسوزد و این گروه مردمی به غضب آمده و رادیکال دیگر اونها را کنترل کردن دشوار است. واقعا ما هم از این سینر نگران هستیم. اما در اینجا ببینید ما نگران هستیم، کارشناسان نگران هستند. تنها کسی که نگران نیست رحمانوف و حکومت امروزه تاجیکستان است. یا اونها در یک غفلت، در یک خواب غفلت گرفتارند یا در یک ایلیوزه گرفتارند. اونها فکر میکنند که مادام حالا ما امنیت، نیروهای امنیتی هست، پلیس هست، ارتش هست، چین ممکن کمک کند، روسیه ممکن کمک کند و اگر هر مثلا اعتراض در داخل کشور شود ما میتونیم اونها رو سرکوب کنیم، پیش راهش رو بگیریم. اما این حساب و کتابشون خیلی غلط است. برای چی؟ برای آنکه من مطمئنم که خیلی ها در داخل مقامات قدرتی هم آماده نیستند علیه مردم گرسنه خودشان، همسایه گرسنه‌اش، هموطنی
با داد آمدهش آتش بکشاید. من نمیدونم رحمانوف با چی تکیه کرده ایستاده است که با این باوری فکر میکند که هیچ حادثه رخ نخواهد. ما چی برنامه داریم؟ برنامه ما این است که رحمانوف باید اول فکر کند و هر چی قدر امکان دارد به زودی از سر قدرت بیاید. برای چی؟ برای اینکه رحمانوف دیگر اثبات کرد که قابلیت و صلاحیت و ظرفیت مدیریت کشور رو در مرحله آینده ندارد. یعنی نمیشود به رحمانوف امروزه ما پیشنهاد کنیم یک برنامه اصلاحاتی را. مهلت این پیشنهاد برنامه اصلاحاتی 10 سال پیش گذشت. 10 سال پیش پیشنهاد کردیم رحمانوف قبول نکرد. حتی 5 سال پیش در شب و روز انتخابات پارلمانی 2015 ولی رحمانوف قبول نکرد و من فکر میکنم این مهلت الکی گذشت و الان دیگر رحمانوف این برنامه رحمانوف باید باشد که چگونه انتقال قدرت را بدون کدام مشکلی راه اندازی کند. الو صدای ما هست؟ صدایتان هست استاد. منم شما رو میشنوم. اینجا شما بر روسیه اشاره کردید، گفتید ممکن است روسیه کمک میکند یا که با کمک روسیه امید دارد و هکذا. اکثریت به این نظرند که بدون رضایت روسیه اصلاح وضع در تاجیکستان غیر امکان است. روسیه باشد تا امروز نشان داد که دست پروران غرب و اروپا را قبول ندارد. خودتان استاد سال هاست در اروپا به سر میبرید، پس نقش یا تاثیر خود را در انتقال قدرت امام علی رحمان چگونه میبینید؟ ببینید اگر شما مصاحبه را خوب خوانده باشید، من در اونجا درباره نقش روسیه چند فکر خودم را گفتم و البته این فکر من روانه شده بود به کارشناسان روسیه، سیاستمداران روسیه و خوانندگان روس که به این معنا نیست که بدون روسیه در تاجیکستان ما هیچ تغییرات نخواهد شد. اصلا من به این نظر موافق نیستم. این هم یک نوعی تفکر استعمار زدگی هست که سیاستمداران ما، کارشناسان ما به این باور هستند که تاجیکستان باید که همیشه یا تابع روسیه باشد یا چین باشد یا آمریکا یا ایران یا یگان کشور دیگر، که این یک فکری استعمار زدگی غلط است. ما باید به این نتیجه برسیم که تمام روندهای داخلی تاجیکستان باید از ملت تاجیک وابسته باشد و ما میتونیم کار کنیم. اگر همه چی از روسیه وابسته می بود، روسیه هیچ وقت اجازه نمیداد که در ارمنستان مثلا حکومت سرکسیان سقوط کند و پاشینیان بیاد. هیچ وقت روسیه اجازه نمیداد که این حادثه در کرغیزستان شود یا در اوکراین شود، در گرجستان شود. ولی حکومت امروزه روسیه میخواهد که در منطقه آسیای مرکزی از اون جمله در تاجیکستان هم هیچ تغییراتی نشود، چون هر چیزی که شده ایستاده است از لحاظ ژئوپلیتیکی به نفع روسیه است. اما بعضی کارشناسان روسیه، بعضی سیاستمدارانشون الکی نگران شدن که اگر یگان حادثه در تاجیکستان شود تأثیر اون به روسیه و به دیگر منطقه خواهد رسید. بنابراین من بر این نظر نیستم که ما همیشه با کرمل با مسکو نگاه کنیم که در اونجا چی نظر دارند بعد در تاجیکستان یگان اصلاحات و تغییرات پیش بیاد. من نقش روسیه را برای میبینم که روسیه میخواهد که در تاجیکستان ثبات و استقرار باشد، مردم کمتر به روسیه بیان هجرت کنند و از تاجیکستان کمتر ایده های رادیکالی بیاید، کمتر مواد مخدر به روسیه وارد شود و تاجیکستان یک شریکی با اعتمادی با ثبات باشد. اما اشتباهایی که در روسیه می شود یا در سیاست های روسیه در تاجیکستان تا این روز شده است و ادامه دارد، این است که آنها عادت کردند که همیشه با این حکومت های دیکتاتوری کروپسیونی همکاری کنند و از آنها پشتیبانی کنند و همین سیاست غلطشون است که نوبت به نوبت پسی هم گرجستان را از دست دادن، اوکراین را دادن، ارمنستان را قریب دادن و امروز فردا ممکن بلاروس را از دست میدن و روسیه آهسته آهسته در منطقه تنها مانده ایستاده است. برای اینکه دیگر هیچ ملت نمیخواهد که از یک طرف در زیر اطاعت حکومت‌های دیکتاتوری و کروپسیونی خودشون باشه، از طرف دیگر روسیه این حکومت‌های دیکتاتوری را پشتیبانی کند. و من این فکرهای خودم را بارها به سیاستمداران روس گفتم
و امروز هم در این مصاحبه در نزویسی میای گازیتا گفتم و در آینده هم تکرار خواهم کرد. اتفاقا من در این مصاحبه اشاره کردم که سال 2013 بود یا 14 در ملاقاتی که با یوگنی ماکسیموویچ پریماکوف داشتم، سابق سروزیر روسیه و وزیر امور خارجه، با او هم گفتم که اشتباهات روسیه رو من در همین میبینم و اتفاقا خیلی هم ایشان با این نظری من، البته نه اینکه پورا بلکه تا جای موافق بود و حتی پیشنهاد کرد که باید به این نظر شما رو در کرملین در سطح بالاترین باید گوش کنن و بعضی برنامه هم داشت که دیگر ایشان درگذشت و این برنامه ناتمام. فهمو ببینید دوستان، ما مردمی تاجیکستانیان بیشتر تغییرات رو میخواهیم در کشور. تو دعوت شما و پیوست شدن شما به برنامه من در این باره گفتم اکثریت مردم تاجیکستان امروز تغییرات رو میخواهند، لیکن هر گونه تغییرات بدون مشکل و نابسامانی ها نمیشود و هر ریسک لغزش وضعیت به بدتر شدن نیز وجود دارد. از طرف دیگر اویله رئیس جمهور و الیت حکمران نه اینکه آماده یگان دیگرگونی هستند، حتی ضد این حالت هستند، نمیخواهند که وضعیت تغییر یابد و خودشان بمانند در همین حالت. به این چی میگوید؟ آیا مخالفین آماده همین نابسامانی ها هستند از عهده اگر یگان تغییرات در کشور به میان آید از عهده کنترل کردن همین وضعیت میبرایند و شما در این حالت وقتی که بیداری مردم خیلی زیاد شد چی خطر رو میبینید؟ ببینید واقعا دوره گذشت و از یک نظام فرسوده کروپسیونی گذاشتن به یک نظام نو، نظام پیشرفته کار ساده و آسان نیست و گاه کمترین اشتباه در این مرحله میتواند باعث یک بی‌سامانی و بی‌ثباتی در کشور شود. ولی نه تنها اپوزیسیون تاجیک، نه تنها پیمان ملی تاجیکستان، بلکه بسیاری از نیروهای داخلی که در داخل کشور هستند، حتی در بدن حکومت هستند و جانبدار این اصلاحات و تغییرات هستند، اونها در این مسئله با ما شریک هستند که باید این مرحله گذریش و اون حالت گذریش که با کدام شیوه و کدام روش اون انجام می شود با کمترین مشکلات و با کمترین خسارات باید که عملی شود و پیمان ملی تاجیکستان هم تمام تلاش خود را خواهد کرد برای که این مشکلات و این خسارات، این زیانی که از یک گزارش از یک سیستم به سیستم دیگر می شود، حکومت عوض می شود، باید مینیمالی باشد. اگر کسی بگوید که نه در این مرحله گزارش خیلی آسان است، سبک است، نه، این یک گپ دروغ است، مشکلات در پیش هستند، اما ما باید تلاش خود را کنیم که این دوره گزارش خیلی هم کوتاه باشد و با کمترین دشواری، با کمترین خسارات ما بگذاریم. برنامه ما چی است؟ برنامه ما اگر تنها به تکیه به بالای نیروهای در بیرون بوده می بود، ولی اون نگرانی شما درست می بود که از بیرون یک باره رفته کنترل کردن تمام این روند کاری آسان نیست. در اینجا برنامه ما است که تکیه بیشتر باید به نیروهای داخلی باشد، به خود اون قسمت تکنوکرات هایی که در داخل حکومت امروز کار کرده ایستادند، دل آنها به تاجیکستان میسوزد. اونها میخوان که در یک جامعه پیشرفته دموکراتی زندگی کنند. وزیر، جانشین وزیر، پلیسیا، امنیت، ارمیا، پروکراتورا، دکترها، معلم‌ها، اینایی که در حکومت امروز کار کرده ایستادند، اینها کادر تنها یک حزب خلقی دموکراتی نیستند، اینها کادر همه ملت هستند و تکیه ما به همون اگر 50% به کادرهای در بیرون تحصیل کرده و در بیرون موجوده باشد، در بین مهاجرین، در بین کارشناسانی که در بیرون هستند، 50% اون نیرو در داخل کشور خواهد بود که اونها مرحله گزارش را با یک روش نرم، آرام و
به شکلی که این نظام دولتداری و ثبات از بین نرود، از هم نپاشد، اونها تامین خواهند کرد. و مسئله این است که تا کدام حد الان که این روند همکاری، گفتگو و طرح‌های مشترک آغاز شده است، تا کدام حد این به نتیجه میرسد و ما میتوانیم از این مرحله دشوار عبور کنیم. بسیار خوب استاد، ببینید خدای نکرده اگر وضعیت در کشور ناآرام شود و همه نیروها در آن وارد شوند، یعنی واردی عمل شوند، با تکیه شما با کدام نیروها میخواهید وضعیت را اداره کنید؟ بله، من تکیه ما با آن هم ارتش ملی تاجیکستان است، با نیروهای امنیتی هست، با پلیس هست که وظیفه آنها ناوابسته از آن که در سر قدرت کی هست، تامین امنیت است، ثبات است و حفظ دولت و ملت است. آنها نباید اجازه بدهند که یک گروه مسلح از بیرون، حالا به هر نامی که باشد، میخواهد سوء استفاده کنند از این وضعیت، از این قیام مردم و خواهش مردم برای تغییرات و وضعیت رو ناآرام کنند. نه، وقتی که ملت خست، وقتی که ملت صدایش رو بلند کرد و رهبران سیاسی این مسئله رو اگر که درست مدیریت کردن، همون پلیسیا، همون نیروهای امنیتی، نیروهای ارتش ملی و تمام اون مسئولین که در حکومت امروزه قانونگذاری رو رعایت کرده ایستادن به شکل و ثبات امنیت رو تامین میکنن، در اون حالت این مسئولیت اونها هست. شما فکر نکنید که مثلا اگر قیام مردمی شد، اگر مردم با پا خست، همون مسئولینی، ولی مثلا تصور کنید یک کارمند پلیسیا، امنیت یا پروکراتور یا ارتش که امروز سپارش رحمانوف را همچون سرفرمانده نیروهای مسلح اجرا کرده است و سپارش وزیرش را فردا از سپارش مثلا نیروهای ملی سرپیچی خواهد کرد. این جنایت در پیش ملت خواهد بود. اگر که او مسئولیت خود را ترک کند، برود با یک کار دیگر مشغول شود، فرار کند، و این من باور ندارم که یک افسر ملی، یک سرباز ملی این کار را کند و اجازت بدهد که گروه های فرصت طلبی که منتظر این ساعت هستند و میخواهند وضعیت را به هم بزنند، اونها دست به کار بزنند. استاد، اینجا شما به گروه های فرصت طلب اشاره کردید، یعنی گروه های فرصت طلب یعنی کی هستند؟ به فکر من مثلا فرض کردیم گروه انصارالله یا اینکه طالبان از همین فرصتی ناآرامی های به میان آمده، فرض کردیم در تاجیکستان، از خیزش مردم استفاده کردند، وارد تاجیکستان شدند، در این حالت چی؟ بله، در این حالت وظیفه همه نیروهای ملی، وظیفه ارتش، وظیفه امنیت اونایی است که از مردم، از ملت، از نیروهای ملی دفاع کنند و همراه این نیروهای ملی در مقابل همه گروه های فرصت طلب باشند که میخواهند با استفاده از این قیام مردم بیایند وارد کشور شوند، با سلاح و وضعیت را هم ناجور کنند و هم با زور سلاح اون دیدگاه های خودشان را بالای ملت تحمیل کنند. من میدونم و شما هم آگاه هستید که بعضی ها در سر مثلا خیال های میپرورند و فکر میکنند که اگر این وضعیت پیش آمد میتوانند با زور سلاح اون دیدگاه ها، ایدئولوژی یا جهانبینی خود را بالای ملت تحمیل کنند و نباید فقط این را از طرف مثلا گروه های مسلحی که در افغانستان هستند مثل انصارالله یا اونهایی که شما نام بردید از اینها دید. من مطمئنم، باور دارم که حتی در داخل کشور هم بعضی گروه های کریمینالی، بعضی گروه های که با مواد مخدر، با قاچاق و اونها دینی نیستند، اونها گروه های جنایتکار دنیوی هستند و اصلا با دین و دیانت هیچ ربط ندارند. اونها هم میتوانند از این وضعیت سوء استفاده برند و با زور سلاح مال مردم رو بکشند و خرابکاری کنند. این ما باید فقط دقت ما رو تنها به گروه های مسلح ایدئولوژی جلب کنیم که در افغانستان هستند و اونها خطر دارند. همین گونه خطر را تمام گروه های فرصت طلب دیگر دارند که میتوانند در این وضعیتی که مردم قیام میکنند مرور سواری کنند و بیایند وضعیت را به هم بزنند. اینجا همکاری بسیار خوبی نیروهای معتدل سیاسی در بیرون و نیروهای ملی در داخل، بخصوص با افسران و سربازان نیروهای مسلح و امنیت، پلیس خیلی مهم است. تشکر استاد. بیایید موضوع رو یک کمتر سوی دیگر تر میبریم.
شما درباره همکاری های بخش از افسران و مقامداران تاجیکستان با مخالفان در مصاحبهتان خبر دادید. این امکان وجود دارد که آنها اول با دستگیری مخالفین به قدرت رسیده، سپس با سوء استفاده از در خارج بودن مخالفین یک دولت مثلا نظامی سازند؟ نه ببینید، من برای شما شوکت جان یک مثال بیارم. در اوکراین تغییرات به وجود آمد، در ارمنستان تغییرات حاکمیت به وجود آمد، در گرجستان نه پاشینیان، نه زلنسکی، نه اون پاراشنکو، نه ساکاشویلی، یگان نفر دیگر پلیس و کارمند امنیت و پروکورورها را از بیرون همراهش نآورد. وقتی که سرکیسیان رفت و پاشینیان سر قدرت آمد، همون گنرال ها و افسرها و همون کارمندان مقامات قدرتی که در حکومت پیشین عمل میکردن، در گمرک، در تاموژنی، در کمیته انداز، در سرحدبانی، در ارتش کار میکردن، اونها در جای خود باقی موندن. فقط اونها دستورها و سفارش‌های نو میگیرن. اگر رحمانوف مثلا تا امروز با یک گنرال، با یک وزیر، با یک کارمند قدرتی دستور میدهد که وظیفه تو این است که مردم را غارت میکنی، پاره میگیری، عذاب میتی، یک قسمش رو به من بیده، یک قسم دیگرش رو خودت بخور، فقط وظیفه تو این است که خانواده من رو و حاکمیت من رو حمایت کن از ملت، از مردم. دیگر من با تو کار ندارم. اون میلیسیونر یا اون کارمند قدرتی که از رحمان این سپارش رو مستقیم یا غیر مستقیم میگیرد، همین رو اجرا میکند. فردا اگر یک نفر دیگر اومد در سر قدرت، به این میلیسیونر میگه که معاش خودت 3 برابر 4 برابر زیادتر، از مردم دیگر پول دزدیدن حق نداری، مردم رو تهمت کردن حق نداری، مردم رو پرونده سازی و در گردنش یک عیب ناکرده رو بار کرده پول ستاندن دیگر حق نداری. وظیفه تو فقط حمایت، مثل یک سگ دربان، معذرت میخوام، حمایت خانواده پرزیدنت نیست، بلکه تطبیق قانون است. قانون رو اگر پرزیدنت ویران کرد، وزیرم ویران کرد، وظیفه پروکورور، امنیت، میلیسا این پیشگیری از جنایتکاری است. و این سپارش رو که گرفت، اون خواهی اجرا میکنه. این وابسته به آن است که به این کارمند مقامات قدرتی رئیس جمهور و وزیر چگونه سپارش میدن، او مجبور است اون رو اجرا کنه. من باور ندارم که امروزه مقامات قدرتی تاجیکستان از اونه که از مردم پاره میگیرن، در کیسه مردم مثلا تیر میمونن، نارکوتیک میمونن، پرونده سازی میکنن، میبرن زندانی میکنن، از روی خوشی اونا به این معقول باشد. نه، وقتی معاشش پایین است، پول نداره زن و بچه‌ش بخوراند، میگه خب با این 1000 سومانی من چیکار میکنم؟ یا خب دیگر کرده است و از پرزیدنت هم اجازت میدهد. پرزیدنت دیدید که در جلسه آشکار یک جنایتکار رو خیزان برای دزدی‌هایش، برای غارتکاریش، فقط به خاطر آنکه شناس خانواده‌اش است، باز اوت کرد و گفت جوان هستی، من تو رو خب بخشیدمت، وگرنه کنج زندان میرفتی. وقتی این کار رو پرزیدنت کرد، وزیر هم میکند، نچند اپرالین هم میکند، اوچسکوی هم میکند. در حکومت آینده این کار اجازت نیست، این جنایت است. میلیسیونر باید این را بداند، کارمند امنیت بداند، پروکورور باید بداند. اما وقتی قانون را رعایت کرد، معاش حلال گرفت، زندگیش رو پیش برد، مثل در اروپا، مثل در کشورهای دیگری پیشرفته، این تبدیل می شود به نهادهای قدرتی یک حکومت دموکراتی. بسیار خوب استاد، اینجا در آخر یک سوال دیگر دارم. بعضی چیزها در اندیشه من خطور میکند. ببینید، ما گفتیم که در بسیار سیاست ها تاجیکستان مثلا گریم هرچند کشوری صاحب استقلال است، مثلا روسیه میخواد همیشه تاجیکستان زیر نفوذش باشد و امروز نفوذ روسیه را هرچی بیشتر خطای تنگ کرده ایستاده است. این سخن در صحبت شما با نزویسم گزیته هم بود. ببینید، به نزدیکی رسانه‌ای شد که گویا دختر رئیس جمهور 5 میلیارد دلار پول تاجیکستان را به آفشور برده است و این را رسانه‌ای کردند و چقدر
همین خیلی خبرها رسانه‌ای شدند، معلومات ها رسانه‌ای شدند که اویله رئیس جمهور تمامی دور و مدار تاجیکستان را مونوپول کرده است و همه دوره های تاجیکستان در دست یک اویله است، میلیاردها دلار. اکنون ببینید در نوبت خود تاجیکستان از چین قرضهای بیشمار میگیرد و از همه بیشتر از چین قرضدار است. آیا اگر روسیه در تاجیکستان نفوذ داشته باشد و نفوذ خود را حفظ کردنی باشد، گفته نمیتواند که قرض نگیر و دزدی نکن، برای از چین قرض نگیر و دزدی نکن. وقتی که دزدی نمیکند، مبلغ کشور را میلیارد با آفشور نمیبرد، قرض هم نمیگیرد، این مبلغ رو به ملت صرف میکرد. چرا روسیه یک چنین مشورت رو به تاجیکستان نمیدهد؟ اینجا چند علت هست. اولش اینکه روسیه نمیتواند این مشورت رو به تاجیکستان بده، برای که همین مشکل خودش هم در روسیه داره. چگونه یک کمیسریت با کمیسری دیگر میگه که دزدی نکن، وقتی که اینا با هم شریک هستند و یک رفتار میکنن. شما فکر میکنید که وقتی که یک اپوزیسیونر تاجیک رو از روسیه حکومت تاجیکستان میدزدد میارد یا حتی بعض جوانها رو، برادران مبارزه رو در اونجا به شهادت میرسانند، این به اشتراک کاروپسیونرهای روسیه در پلیس روسیه، در مقامات قدرتی روسیه است؟ نه. در کشورهای سابق شوروی، بخصوص اون کشورهایی که هنوز هم با همون ایدئولوژی پیشینه بلشویکی موندند و این تغییرات و اصلاحات ها هنوز رخ نداده است، وضعیت فرق نمیکند. بنابر همین ما انتظار داشته باشیم از روسیه که به حکومت تاجیکستان بگوید که ندزد و مردم رو فشار نیار در سر قدرت بمون، این یک انتظاری خیلی افسانوی هست. البته روس‌ها، سیاستمداران روسیه گاه هشدار میدن به حکومتداران تاجیکستان، ما در جریان هستیم، میدانیم که میگن حالا ما با دزدیتون کار نداریم، اما از حد زیاد ندزدید. ما با این روش حکومتداریتون کار نداریم، اما از حد زیاد فشار نیارید که یک روز میتواند ترکیش با وجود بیاد و درد سری هممون میشه. این رو از زبان کارشناسان گاه میشنویم، اما باور ندارم که از زبان سیاستمداران سطح بالای روسیه چنین چیزی به حکومتداران تاجیکستان گفته شد. اما در مسئله رقابت با چین، روسیه الکی ها این رقابت رو با چین در دو بخش باخته است، در بخش اقتصادی و در بخش ترانسپورت و کمونیکاسیون، و تنها در بخش نظامی هنوز هم روس‌ها کمی دست بالا هستند، چون خود خیتای هم چندان دعوای زیادی در این بخش ندارد، نه تنها در آسیای مرکزی بلکه در تمام جهان. این وسیع کردن نفوذ خیتای بیشتر از راه‌های اقتصادی، تجارت و سرمایه‌گذاری و قرضدهی هست، برخلاف روسیه که روسیه در هر کجایی که میخواد نفوذ کند، از زمان شوروی این میراث مانده بود، این عنکی اول از پایگاه نظامی و با راه خشن میرود. در تمام دنیا پایگاه نظامی داشت، از کوبا و انگولا و کره شمالی سر کرده تا کشورهای دیگر. حتی در افغانستان هم خواست که با راه نظامی نفوذ کند، ارتش چیلم شوروی را فرستاد که در اونجا شکست خورد. و خود روس‌ها هم درک میکنن که الکی رقابت رو در منطقه آسیای مرکزی با چین باختن. فقط یک خواهش روسیه این است که از چین این را خواهش میکند که همین برد خودش را در آسیای مرکزی، از اون جمله در تاجیکستان هم رسما اعلان نکند، تا اینکه به اون حیثیت و با گفت خود روس‌ها امبیسیوزنست روسیه و سمالیوبش کمی ضربه نزند. کارشناسان روسیه الکی خودشون اعتراف میکنند که دیگر آهسته آهسته جایگاه چین در تاجیکستان در بعضی مسائل ها از جایگاه روسیه بالاتر است، بخصوص در بخش اقتصاد. اما من شخصا اینجا خیتای را گناهگار نمی‌شمارم. خیتای همون مقدار از تاجیکستان میگیرد و همون مقدار پیش میرود به داخل تاجیکستان که رحمانوف به خیتای میدهد یا اینکه رحمانوف عقب نشینی میکند. شما هیچ امکان ندارد که خیتای در کدام نقطه دنیا بدون اجازت و همکاری حکومتداران نفوذ کرده باشد. و خیتای خیلی هم روشی حکومتداران را می‌آموزد. اگر بیند که یک حکومتداری
کروپشنر هست، مال رو مثلا 3 میلیارد اگر که قرض داده است خیتای به تاجیکستان، این قرض دولتی است. برای خیتای اصلا فرق ندارد که از این 3 میلیارد 1.5 میلیاردش رو رحمانوف با خانواده‌اش دزدیده است در منطقه آفشور بوده است. برای آنکه این قرض دولتی است، رحمانوف دزدیده باشه، مردم تاجیک، ملت تاجیک این رو بازپس خواهد داد و این قرض دولتی افورم شده است. مثلا خیتای یک کاری با عاقلانه کرده است که اکثر قرضها رو نه قرضهای حکومتی است، دولتی است، اما مستقیم از نام دولت نداده است، از نام بانک اکسیم بانک خیتای داده است. بیشتر از 1.5 میلیارد قرض تاجیکستان از یک بانک خیتای هست. این چی معنی دارد؟ معنی را دارد که اگر تاجیکستان قرضش را داده نتوانست، این بانک در دادگاه بین المللی میکشاند حکومت تاجیکستان را، حتی حکومت آینده را هم، و تمام صورت حساب‌های حکومت آینده تاجیکستان را مسدود میکنند تا اینکه این پولها را برنگردانند. اما اگر این قرض مستقیما از نام حکومت خیتای می آمد، میتواند در مناسبت‌های دو طرفه دولتی، مثلا حکومت بعدی تاجیکستان یک نامه بزند به حکومت خیتای که از شما خواهش میکنیم این قرض ما رو یا ببخشید یا اینکه این رو به یک وقت دیگر تمدید کنید. مثل که مثلا چند کشور افریقایی از روسیه خواهش کردند و چندین میلیارد دلار رو پوتین به اون کشورها بخشید، چون قرضهای دولتی بود، از نام حکومت بود. اما خیتای خیلی عاقلانه کار کرد که رو از نام یک بانک دولتی کرد و میگوید که این کاری بانک است، من قرض رو من ندادم بلکه یک بانک داده است و حکومت آینده تاجیکستان هیچ علاج ندارد مگر اینکه این قرض را برگرداند. بنابراین من در این وضعیت به وجود آمده تنها و تنها امام علی رحمانوف و حکومتداران رو گناهکار میدونم، نه خیتای را. و وظیفه ما در حکومت آینده چی است؟ باید که ما این را میگن که دیفرانسیاسیون در سیاست خارجی اقتصادی، ما باید در قانونگذاری تاجیکستان و در کنسپسی یا در دورنمای رشد اقتصادی تاجیکستان یک نقطه را آشکار جا کنیم که حکومت آینده تاجیکستان حق ندارد از یک کشور یا از یک سرچشمه خارجی، چه خیتای باشد، چه روسیه، چه بانک جهانی باشد، چه بانک آسیایی رشد باشد، بیشتر از 25% مجموع قرض بگیرد. یعنی حکومت تاجیکستان باید قرض خارجیش را طرز تقسیم بندی کند که اون از سرچشمه‌های گوناگون باشد. حالا خطر وضعیت ما در این است که بیشتر از 50% قرض خارجی ما به یک کشور راست میاد و آینده حتی اگر که خیتای چین دعوا کند، شاید که حکومت آینده نتواند، نخواهد و نباید مرز تاجیکستان را تغییر بدهد و زمین بدهد، چیزی که رحمانوف کرد. اما ما در یک شکل مجبوریم که در شکل مثلا دادن کانها یا یگان مثلا اون پایگاری‌های زیرزمینی این قرض رو پرداخت کنیم، دیگر علاج نیست. بله استاد، اینجا من هم همین رو پرسیدنی بودم که اینجا در همین سخنهای آخرین شما دو سوال دیگر به میان آمد. اگر راضی باشید هر دمی سوالم را بدهم. سوال یکم این است که هر دویش را یک باره میدهم. در باره پایگاه نظامی گپ زدید. پایگاه نظامی 201 روسیه در تاجیکستان است. وقتی که انتقال قدرت شد، تقدیر این پایگاه نظامی چی می شود؟ دوم سوال این است که انتقال قدرت که شد، برابر انتقال قدرت قرضها هم از بین نمی رود، قرضهای کشور می ماند. پس چگونه یعنی یک کسایی که نو به قدرت آمدن، به سر قدرت آمدن، انتقال قدرت شد، چگونه قرضهای تاجیکستان پرداخت می شود و از این وضعیت متشنج تاجیکستان بیرون می براید؟ بسیار سوال خوب و سوال مهم هم هست. ببینید شما درست قید کردید که وقتی که انتقال قدرت صورت میگیرد، یک حکومت جدید میاد، معنا آن را ندارد که از تمام عهده‌داری‌های دولتی که حکومت قبلی گرفته بود دست میکشد، چون اصلا این امکان ندارد و حقوق بین المللی هم این رو اجازه نمیدهد. اما در حقوق بین المللی یک معیار هست،
این رو میگن کرینای ازمینن ابستیات است، یعنی تغییرات ریشگی وضعیت. این چه معنی دارد؟ در همه سازشنامه‌های بین المللی و بین حکومتی هم یک چند ماده هست که در صورت تغییر وضعیت با گفت و شنود طرفین میتواند طلبات سازشنامه یا شرط ها و شرایط سازشنامه تغییر پیدا کند و این میتواند در سازشنامه هست که بعد هر یک 5 سال این بازبینی صورت میگیرد، بعد هر 10 سال یا مثل همین. و طبیعی است که حکومت های بعدی هم وظیفه‌دار هستند که اون چارچوب اصلی سازشنامه های امضا شده را رعایت کنند، مگر این سازشنامه هایی که کاملا برخلاف منفیت های ملی هستند که در اون صورت باید حکومت جدید طرف دیگر را طبق حقوق بین المللی در یک نوت رسمی که از طرف حکومت اگر سازشنامه پیش بینی کرده باشد که از طرف پارلمان ارسال میکند که مثلا بعد از 6 ماه بعد از 1 سال ما باید یک گفت و شنود جدید را برای بازبینی بعضی از شرایط سازشنامه امضا شده قبل باید که شروع کنیم و این یک تجربه بین المللی معروف است و نباید از اون نگران بود. اما مسئله فرق میکند وقتی درباره حادثه مثلا مثل وجود پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان سخن برود، چون به مدت 49 سال امضا شده است. این یک. دوم اینکه باید دید که آیا وجود این پایگاه نظامی در آینده به منفعت تاجیکستان هست یا نیست. اگر به منفعت تاجیکستان باشد و این پایگاه عامل ثبات در منطقه هست، عامل پیشگیری از بسیار دخالت‌های نالازم بیرونه هست، چرا نباید باشد؟ و چرا ما در یک مناقشه نالازم را با کشور مثل روسیه باز کنیم به خاطر پایگاه نظامی که اصلا نه تنها به ما خلل نمیرساند بلکه میتواند عامل ثبات و امنیت تاجیکستان هم در آینده باشد. این رو فقط باید دید که اون پایگاه نظامی صلاحیتاش چقدر است، چی هست و تا چه حد و منفعت‌های ملت تاجیک مطابق است. تا امروز من فکر میکنم که اون مشکلی خاص نبود و نباید باشد، بنابراین در حکومت آینده هم این مشکلی خاص نخواهد بود از نگاه من، مگر اینکه اگر خود در رفتار پایگاه نظامی یا سیاست‌های کشور روسیه اگر تغییرات نشود. این چنین با دیگر کشورها مثل چین، مثل ایران، ترکیه، امریکا و کشورهای مثل ازبکستان و افغانستان که با ما هم‌مرز هستند یا قرقیزستان دقیقاً همین سیاست عملی خواهد شد و معیار اصلی تنها و تنها منفعت‌های دولت تاجیکستان و ملت تاجیک خواهد. تشکر زیاد استاد. همینجا سوال‌های ما به پایان خود رسید. تماشابینان گرامی، با ما بودند استاد محی‌الدین کبیری، رهبر پیمانه ملی تاجیکستان. یک بار دیگر تشکر به شما. سلامت باشید شوکت جان و به همه بینندگان شما هم تشکر میگم برای این صبرشون که صحبت‌ها را شنیدن و همزمان بار دیگر معذرت میخوام که چون تکنیک است و شما هم گفتید صحبتی اول بود یک بعضی مشکلاتی که در این بین وجود داشت، برای اینا معذرت میخوام و تا صحبت‌های بعدی خدا نگهدار. شما نیز عذر ما را بپذیرید. تشکر به شما بار دیگر. تماشابینان عزیز، اینجا با همین برنامه امروزه تحلیلی دیدگاه به پایان خود میرسد. یکایک شما را به الله پاک میسپارم. سربلند و پیروز و موفق باشید. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه.